پلیس جلو ماشینا رو گرفت. راننده گفت جناب سروان جان مادرت ننویس، جون بچم ندیدم، این تن بمیره ببخش ندیدم. پلیس گفت تو چراغ قرمز رو ندیدی؟ راننده گفت چراغ قرمز رو دیدم، تو رو ندیدم. یه نصیحت، تو زندگیت عین نیمرو باش، نه مثل املت که واسه خودت دوست داشته باشن نه به خاطر گوجت. نفهمیدم چی شد آیه دکتر؟ یعنی به زبون دیگه عین آبگوشت با سیلی هم که شده صورت خودتو سرخ نگرده، همش نخود و لوبیاست اما اسم خودشو گذاشته آب گوشت نه آب نخود. احترام خودتو نگرده. اول برنامه میپری رو کله یه ضعیف بدبخت که مثلا چی بشه؟ کدوم کله؟ کدوم بدبخت؟ بشی بابا، همه فهمیدن که تو منظورت مقام عظمای ولایت بود که کم بوده بود که بگی سخنرانی 28 خرداد ایشون در حضور خانواده ها رو دارم میگم، به جای اینکه درس بگیری از درایت ایشون که وقتی که هوا پسه سری دنده عقب گرفت، نقم نزد و هیچی هم نگفت، تو یکی داری نق میزنی با ژست هارت و پورت جلوی آمریکا سر بسیجی‌های قشنگ شیره مالید اما یک قانون کف دست آتیش به اختیارا نذاشت. ظاهرش شاخشونه کشید اما جیک نزد. تو وضعیتی که خودمون میگیم سیاه‌چاله و تور و مادر تحریما، اگه میخواست وایسه باید میگفت سانتریفوژ را میندازیم، اورانیوم غنی میکنیم، آب سنگین درست میکنیم. اما تو بیا با 6 تا گوگل هم سرچ بزنی تو کل سخنرانی ایشون یک کلمه راجع به تحریما پیدا نمیکنی. فهمیدی یا نه؟ حالا به جای تشویق نوک میزنی تو کله ایشون. با همون گوگلاتون یه سرچ بزن ببین من یه کلمه گفتم مقام عظما. شما که هر جا اسم یه بدبخت تو سر خورده میاد فوراً میگی مقام عظما. البته من طالب دعوا نیستم که تو کت و کوله هم دیگه بزنیم مثل مقام عظما. یه دنده عقب میگیرم در خدمت ابر استراتژیست نظام، دارنده گواهینامه پایه 1 بین‌المللی، فاتح جاده های پرپیچ و خم استراتژی، آچار فرانسه نظام، اسید سولفوریک غلیظ برای معضلات لاینحل هستیم که متاسفانه وقت نیست همه فواید و مناقب ایشون رو شرح نه نمیخواد، نگران وقت نباش. فوقش 2 تا سوال کمتر میکنی. تو کارتو بکنه. کورنر 150 هد. بله لااقل تا قبل از برجام خبر دارم که 150 کیلو رو دو ضرب مهار میکرد بدون دوپینگ. هر کم میخواد بیاد آزمایش کنه. کسی که رو کورنر خودش هد میزد، تکتاز گردنهای پرپیچ و خم هراس با 18 چرخ بار میگرد دنده عقب، شب سربالایی 30 کیلومتر میبرد بالا، دستی رو میکشید، سویچ در میورد، تحویل میداد. کسی که بس دیگه نمیخواد، برو الان سر سوالا دیگه افتادی توی سرپایینی. آیه دکتر من در شگفتم از توان موشکی نظام. موشک زدیم یه جایی که غیر از خودمون کسی تایید نمیکنه که کجا خورده، ولی هنوز فرود نیومده خساراتی رو که ایجاد کرد اعلام کردیم. خب آره معلومه دیگه، همین که تو خود نظام اینطوری به هم ریخته که حاجی روحانی و لاریجانی پاچه همدیگه رو محکم میگیرن و ول نمیکنن و با همدیگه میگن محارب و مفسد فعل ارض و مواظب استخرفتنات باش و از این حرفا. ببین دیگه اونور چه خبره. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن که ناصرالدین شاه گفت یه توپ براش بسازن تا باش سن پترزبورگو بزنه. طرف که رگ مشنگی هم داشت یه چیزی سر هم کرد تحویل داد. موقع افتتاحش لوله ترکید، همراههای شاه رو پخش زمین کرد. بهش گفتن که این چی بود؟ خراب شد. گفت اختیار داری کجاش خراب شد؟ وقتی خودی رو اینطوری آش و لاش بکنه خیالت راحت. سن پترزبورگ الان کنفایگون شده. روشن شد یا هم چه بذارم که بری تا سن پترزبورگ. آیه دکتر ولی مقامات ما میگن نقطه میزنن باهاش، سیگار رو باهاش روشن میکنن از 700 کیلومتری. آره فقط باید یه سربند بسیجی ببندی به کلت تا بتونی باور بکنی. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که تو مسابقه مهارت با شمشیر اولی یه مگس رو هوا با شمشیر 2 نصف کرد، دومی اومد یه شمشیر زد و 2 تا بال یه مگس رو با شمشیرش تو هوا زد، سومی یه حرکتی کرد مگس افتاد ولی بعد بلند شد دوباره پرواز کرد و رفت. بهش گفتن این که طوریش نشد در رفت. یارو یه نگاهی کرد تو افق گفت آره رفت ولی دیگه عمرم بتونه پول بشمره.
روشن شد یا انگشتات از پول شمردن بیفتن. دکتر یعنی این موشک‌ها هیچ تأثیر واقعی نداره؟ تأثیر که خیلی داره. عین زغالخته 70 تا مرض رو با هم خوب میکنه. آمریکا رو سر جاش میشونه، تمام کشورهای منطقه رو میترسونه و رعشه میندازه به بدنشون. این خیلی خوبه. یک کمی بفهمن ما هر روز چی میکشیم. آره، نیروهای برون‌مرزی رو میکشه زیر مهمیز مقام عظما، بعد عهدی‌های برجام رو تلافی میکنه. جای موشک زدن به مخالفای نظامو که دیگه عظما تو خوابم نمیبینه پر میکنه. جواب تحریما رو هم میده. آیه دکتر این شونه منم که درد میکرد الان خوب شده. مال موشکه نه؟ آره اون که بله از تاثیرات همینه. آرتوروز گردن منو هم خوب کرد و رفت. شوخی میکنه نه دکتر؟ آره شوخی میکنم ولی خودت سر شوخی رو باز کردی. ناکس، حقه باز، حقت اینجوری بخوری. ولی از شوخی گذشت دکتر چرا توی این دنیای نامرد هیچ کس غیر از خود نظام تأثیرات مهلک این موشک‌ها رو ندید؟ تو نمیخواد انقدر دیگه بادش بزنی بوش همه جا رو میگیره. ناکس سربسته بهت میگم. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهموندن که معلم نقاشی به شاگرده گفت برو پا تخته یه قطار بکش. یارو یه ریل کشید. معلمه برگشت تخته رو نگاه کرد گفت پس کو قطارش؟ شاگرده گفت شما دیر نگاه کردی رد شد. نه نمیخواد وایسی تا روشن شی. تو سری رد شو برو سر موضوع بعدی. آخه عظمای بدبخت بیچاره یه بحث بسیجی خرکم میکنه، تو صاف برمی‌داری میری تو برنامه هی سوال میکنی ازش. مگه بعد چند تا درد با هم درمون بشن؟ کلیدی که به هر قفلی بخوره شاکلیده، ولی قفلی که با هر کلیدی باز بشه خرابه. این دوتا با هم فرق دارن. حالیت باشه دارویی که بگن از کچلی تا میخچه پا رو درست میکنه دارو نیست، شیره است که دارن میمالن رو پس کلت. روشن شد یا کمی شیره قاطیش کنن. دکتر در کمال ارادت با کمال جسارت کمال شکایت رو از شما دارم. اینو شما به عظما یاد داده بودین که از اون طرف موشک ول کنن، از این طرف نطق نکشه و دست از پا خطا نکنه. قربونه دارم. تو هنوز نمیدونی که من از این مشنگ بازی یاد کسی نمیدم. دکتر استراتژیکی راه درست و درمون نشون میده، ولی مریضم با خودش شعور داشته باشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن که دکتره به مشنگی گفت پدر جان بیماری قلبی داری، داروهایی که نوشتن بخور، استراحت کافی هم بکن، مخصوصا از پله بالا پایین نباید بری تا 3 ماه. 3 ماه بعد مریض رفت پیش دکتر یه چکی کرد و گفت وضع قلبت خیلی بهتره. مشنگی گفت یعنی حالا میتونم از پله بالا پایین برم؟ دکتر گفت آره. مشنگ پرید هوا گفت آخ جان پدرم در اومد از بس که تو این 3 ماه از ناودون رفتم بالا از پنجره پریدم پایین. روشن شد یا یه کمی رنگ سفید قاطیش کنم که روشن بشه. دکتر قربونت برم این چه حرفی است؟ حالا عظمای بدبخت خورده تو سرش. شما که نباید بکنین ایشه پیرمرد خلوچلی که از ناودون میره با قسمت اول حرفت موافقم که میخواستی قربون اما باقی حرفا